سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگر که ویدیوها و چنل من رو دنبال کرده باشین میدونین که من قبلا 2 ویدیو ساختم و تو اون ویدیوها یک مجموعه ای از گرین اسکرین یا پرده سبز باکس مربوط به دکمه لایک و سابسکرایب آماده کردم که تقریبا میتونم بگم استقبال خیلی خوبی از اون شد و ویو نسبتا خوبی نسبت به بقیه ویدیوها داشت. توی این ویدیو من پارت 3 اون رو آماده کردم و سعی کردم که باکس های متنوع و جذابی رو براتون آماده بکنم که انتهای ویدیو میتونید اونها رو ببینین. همینطور من ویدیو کامل اون رو توی چنل تلگرام گذاشتم، حجم اون رو هم کم کردم که برای دانلود کردن اون مشکلی نداشته باشین و شما بزرگترین حمایتی که میتونین از من بکنین اینه که این ویدیو رو با دوستانتون، کسانی که به اون احتیاج دارن، به اشتراک بذارین، چنل من رو سابسکرایب بکنین. اگر انتقاد یا پیشنهادی نسبت به من یا کار من دارین خوشحال میشم که برام بفرستین. توی دایرکت اینستاگرام یا توی کامنت میتونین برای من بنویسین و ممنونم ازتون.